مردی فقیر بود که کره می‌فروخت و همسری او آنها را هر روز 1 کیلو کرده و آن مرد آنها را به دکان برده می‌فروخت و در عوض پول اندکی آن زندگیشان را می‌گذراندند. روزی صاحب دکان به وزن آن کره ها شک کرد و خواست آنها را وزن و کیلو بکشد. در نتیجه تمامی آنها 900 گرم درآمدند. دکاندار قهرش کرد و به مرد فقیر گفت: من دیگر از تو کره نمیگیرم. تو آنها را به عنوان 1 کیلو می‌فروختی و حالان که آنها 100 گرمی کم هستند. مرد فقیر سرش را خم کرد و بعدا گفت: ما که ترازو نداریم وزن آنها را بفهمیم. باره از خودت 1 کیلو شکر گرفته بودیم و به وزن همان آنها را آن وقت وزن میکردیم. از مکافات عمل غافل مشو، گندم ز گندم بروید جو ز جو.